قانون حجاب و عفاف همونطور که شما بارها شنیدید، بارها بنده گفتم، مسئولین دیگه هم به این موضوع اشاره کردن. خب مجلس شورای اسلامی بر اساس همین نیازی که مطرح شد قانون رو تصویب کرده. قانون بسیار خوب، جامع، البته با این نگاه که فقط صرفا سلبی نباشه، آموزشی هست، تربیتی هست، فرهنگی هست. بازدارنده هم بخش از این قانون هست. دستگاه قضا را هم مکلف کرده به اقداماتی. نیروی انتظامی مأموریت‌هایی در این قانون بر عهده‌اش گذاشته شده. به نظرم میاد اون قانون خوب و جامع و کاملی باشه، مخصوصاً حالا در بخش‌های هم ایجابیش و هم سلبیش. ما در نظام اسلامی خب این رو به عنوان واقعیت همه پذیرفتیم دیگه. ساختارهایی داریم که این ساختارها از بعد شرایط خاص کشور تصمیماتی رو میگیرن و تصمیماتشون هم تقریبا حکم در واقع قانون داره و شاید به این جهت لازم الاجرا هست. مثل شورای عالی امنیت ملی که یک در واقع موضوع امنیت کشور رو باید مورد ملاحظه، تصمیم و اقدام قرار بده. و هر شکلی تقریبا اگر حالا اشتباه نکنم بعد از شهادت شهید سید حسن نصرالله بود تو همون مقاطع و عملیات وعده صادق 2 هم انجام شده بود. ما در شرف عملیات احتمالی رژیم بودیم. اون زمان بحث در شورای عالی مطرح شد، قانون حجاب و عفاف، با این نگاه که حالا با ملاحظاتی برخی از تصمیمات قوانین به اجرا گذاشته شد. ما داشتیم قوانین دیگه ای هم که مسبب شده، از نظر زمانی شرایط اجراش الان فراهم نیست، بذاریم 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه این قانون رو اجرا کنیم. شورای عالی امنیت ملی، البته نه دبیرخانه، اشتباه نکنین، دبیرخانه نه، خود شورای عالی امنیت ملی، اعضا و ارکانش که تصمیماتش هم نیازمند باز تصویب هست، به این جنبندی رسیدن که فعلا برای مدتی، اولش 3 ماه بود، بعدش هم به 3 ماه بعد تمدید شد که این قانون متوقف بشه اجراش. اما وظیفه مجلس کاملا در این بخش وظیفه قانون گذاریش اجرا شد، قانون تصویب شد، شورای نگهبانم تصویب کرد. اساساً از منظر و مسیر قانون دیگه مشکلی نداره. اجرا، رئیس شورای عالی امنیت ملی هم تاکید داشت یا تقاضا داشتن که حالا میشه خود رئیس جمهور که اجرای این قانون برای مدتی متوقف بشه. ما اصل این مسائلی که شما گفتید رو کاملا هم نظر هستیم. ما خودمون داریم تو این جامعه میریم میبینیم خیلی از اینها بالاخره موجب رنجش خاطر مؤمنین متدینین شده و اعتقادمون این است که باید موضوع حجاب عفاف در جامعه اسلامی ما مورد توجه باشه و مورد تاکید. اما ملاحظات امنیتیمون رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم، به ویژه این که وقتی که یک مسببه ای داره در شورای عالی، این رو پذیرفتیم که ارکان نظام اسلامی همراهی کنه. در رابطه با موضوع نمایندگان